فصل 5. حالا چه کار میکنیم؟ الگوهای خود را میبینم و دگرگونی ها را انتخاب میکنم. تصمیم برای دگرگونی. از نابسامانی های زندگی دست خود را به سوی آسمان بلند کردن یا در برابر آن تسلیم شدن واکنش هایی است که بسیاری از مردم در این گونه موارد از خود نشان میدهند. منظورم از تسلیم شدن این تصمیم است که ایجاد دگرگونی محال و بیفایده است. پس چرا سعی میکنم این وضع را تغییر بدهم؟ یا این تصمیم که همینطور که هستی بمان، دست کم با این درد آشنایی و میدانی چگونه با آن بسازی و کنار بیایی. هرچند دوستش نداری اما با آن خو گرفته و باید امید داشت که از این بدتر نمی شود. از دیدگاه من خشم مداوم و بر حسب عادت مانند این است که سر خود کلاه بگذاریم و گوشه‌ای بنشینیم. آیا این برای شما آشناست؟ چیزی پیش می آید و خشمگین می شوید. آن وقت رویداد دیگری پیش می آید و دوباره خشم می گیرید. چندی نمی گذرد که باز اتفاقی می افتد و خشمناک می شوید. اما هرگز از خشم فرا نمی روید. فایده خشم چیست؟ وقت خود را با خشم تلف کردن واکنشی احمقانه است. نمی‌گذارد که از راهی تازه و متفاوت به زندگی بنگرید. بسیار سودمندتر است که از خود بپرسید چرا بارها اوضاع و شرایطی ایجاد می‌کنید که موجب خشم شما می‌شود؟ چه اعتقادی دارید که این همه ناکامی به بار می‌آورد؟ از شما چی بروز می‌کنه که در دیگران این نیاز رو می‌آفرینه که شما رو بر بیانگیزن؟ چرا معتقدین برای اینکه به راهتون برین باید خشمگین بشین؟ هرچی که از شما بروز کنه به خودتون برمیگرده. هرچی بیشتر خشم نشون بدین، بیشتر اوضاعی نشون میدین و ایجاد میکنین که باعث خشمتون بشه. همون جوری که اگه سر خودمون کلاه بذاریم و گوشه‌ای بشینیم ما رو به جایی نمیرسونه، خشم هم مشکلی رو حل نمیکنه. آیا این مطلب در شما احساس خشم ایجاد میکنه؟ اگه این کار رو میکنه خوبه، چون به هدف خورده و میتونه همون چیزی باشه که مشتاق عوض کردنشی. تصمیم بگیرید که مشتاق دگرگونی باشید. اگه به راستی میخواین بدونین که تا چه اندازه سرسختین، ببینین که نظرتون درباره اشتیاق برای دگرگون شدن چیه. همه ما میخوایم که زندگیمون تغییر کنه و وضعمون بهتر و آسان‌تر بشه، اما نمیخوایم که خودمون رو ناچار به عوض کردن بکنیم. ترجیح میدیم که اونها عوض بشن. به خاطر همینم ما باید از درون عوض بشیم. باید طرز تفکر و شیوه سخن گفتن و ابراز عقیدمون رو عوض بکنیم. تنها در این صورته که دگرگونی های بیرونی پدید میان. البته این گام بعدیه. اکنون برای ما روشن شده که مشکلاتمون چیان، از کجا سرچشمه گرفتن و دیگه زمانش رسیده که مشتاق دگرگونی باشیم. من همیشه رگه‌ای از سرسختی رو در خودم داشتم. حتی الان هنگامی که تصمیم بگیرم که تغییر رو در زندگیم ایجاد بکنم، این سرسختی ظاهر میشه و مقاومت نیرومندم در برابر عوض کردن طرز فکرم نمایان میشه. گاهی خودم هم به این اعتقاد میرسم که حق با منه یا به خشم میام و کناره گیری میکنم. آره، بعد از این همه سال هنوز این گرایش ها توی من هست. میدونم این یکی از درسای منه. هر وقت که این گرایش ها پیش میان پی میبرم روی یکی از نقاط حساس دگرگونی سرگرم کارم. هر وقت که تصمیم میگیرم تغییر در زندگیم ایجاد بکنم یا چیزی رو آزاد و رها بکنم، همیشه برای انجام این کار ژرف‌تر در خودم فرو میرم. هر لایه رو باید کنار بذاریم تا تفکر تازه‌ای جانشینش بشه. کنار گذاشتن بعضیشون آسونه، اما کنار گذاشتن پاره‌ای از اونها مثل اینه که بخوایم با یه پر تخت سنگی رو بلند کنیم. وقتی که میخوام دگرگونی ایجاد بکنم، هر چقدر محکمتر به اعتقاد قدیمی بچسبم، بیشتر متوجه میشم که این همون چیزیه که رها کردنش برای من نقش حیاتی داره. تنها با آموختن این چیزاست که میتونم به دیگرانم یاد بدم. به نظر من خیلی از آموزگارها به راستی نیکو از خانه و کاشانه ای شادمان که همه چیز
سهل و آسون بوده نمیان. اونا از آغوش درد و رنج میان، اما بر لایه‌های بسیاری کار کردن تا به جایی رسیدن که الان میتونن دیگران رو یاری بدن تا آزاد بشن. بیشتر آموزگاران همواره سرگرمن، اونایی که خیلی خوب و نیکو هستن سرگرمن که هرچی بیشتر این لایه‌ها رو کنار بذارن و ژرف‌ترین سطوح انواع محدودیت‌ها رو هم از وجود خودشون حذف بکنن. تفاوت اصلی میان شیوه کارم در گذشته و امروز اینه که اکنون برای انجام این کار بر خودم خشم نمیگیرم. دیگه این اعتقاد رو بر نمیگزینم که آدم بدی هستم که مجبور چیزی رو در خودش عوض بکنه. خانه تکانی، کار ذهنی که اکنون به آن سرگرمم مثل خانه تکانیه. به اتاقای ذهنم میرم و اندیشه ها و اعتقاداتی که درشون هست آزمایش میکنم. بعضی ها رو دوست دارم و برق میندازم و جلا میدم تا سودمندتر شن. میبینم که پاره ایشون نیاز به جایگزینی و تعمیر دارن و میکوشم تا حد امکان درستشون کنم یا کنارشون بذارم. بعضی از اونها هم مثل روزنامه های دیروز و مجلات یا لباسای کهنن و دیگه مناسب نیستن. اینا رو به دیگران میبخشم یا دور میندازم که دیگه جلوی چشمم نباشن. ضرورتی نداره که خشمگین بشم یا احساس کنم آدم بدی هستم که به این کار سرگرمم. تمرین، من مشتاق دگرگونی هستم. بیاین مدام این جمله تأکیدی رو تکرار کنیم که من مشتاق دگرگونی هستم. من مشتاقم که دگرگون بشم. من مشتاق دگرگونی هستم. وقتی این جمله رو با صدای بلند ادا میکنین میتونین گلوی خودتون رو احساس کنین. گلوگاه مرکز تولید انرژی در بدنه، جاییه که دگرگونی از اونجا پدید میاد. با حس کردن گلوی خودتون در واقع تصدیق میکنین که در فرآیند دگرگونی قرار گرفتین. وقتی که دگرگونی ها به زندگیتون وارد میشه مشتاق پذیرششون باشین. آگاه باشین که اون دگرگونی که نمیخواین بپذیرین دقیقاً همونیه که بیشتر از همه بهش نیاز دارین. من مشتاقم که عوض بشم. راه‌های بیشمار برای عوض شدن. کار با آرمان‌های من تنها راه عوض شدن نیست. شیوه‌های بسیار مؤثر دیگه‌ای هم وجود دارن. در آخر کتاب فهرستی از شیوه‌هایی رو گنجوندم که میتونن در فرآیند رشد و کمال سودمند بشن. الان به چند تا شیوه فکر بکنید. هم نگرش معنوی وجود داره، هم ذهنی، هم نگرش جسمی، شفای جامع. تن و ذهن بر روح و جان رو در بر میگیره. پس در واقع وقتی که این نگرش ها رو تغییر میدیم شفای جامعی میشه که تن، ذهن، روح و جان رو در بر میگیره. از هر نگرشی که بخواید میتونید شروع کنید. بعضی از نگرش ذهنی شروع میکنن و به کلاس ها و کارگاه ها میرن یا به درمان میپردازن. عده‌ای با مراقبه و مکاشفه و دعا از زمینه معنوی شروع میکنن. فرقی نداره خونه تکونیتون رو از کدوم اتاق آغاز میکنین. از جایی شروع کنین که بیشتر از همه توجهتون رو جلب میکنه و دوستش دارین. ما بقی خود به خود پیش میان. کسایی که فقط به طعم غذا اهمیت میدن و به اصطلاح اشغالخور هستن وقتی به معنویت رو میارن معمولاً به سمت علم تغذیه کشیده میشن. دوستی یا کتابی یا کلاسی این فکر رو درشون القا میکنه که اونچه که در جسم خودشون میپرورونن و در واقع میخورن توی نوع احساسات، قیافه و ظاهرشون سهم بسزایی داره. تا زمانی که اشتیاق برای رشد و کمال و دگرگونی وجود داشته باشه هر سطح انسان به سطح بالاتری کشونده میشه. من درباره تغذیه پند و اندرزی نمیدم چون فهمیدم که تمام نظام‌ها و بعضی از افراد سازگارن. من شبکه‌ای از متخصصان شفای جامع رو در اختیار دارم که در صورت لزوم مراجعانم رو برای دانش بیشتر درباره تغذیه پیش اونا میفرستم. تغذیه زمینه‌ایه که باید راه خودتون رو درش پیدا بکنین یا پیش متخصصی برین که بتونه با آزمایش تغذیه مناسب شما رو پیدا بکنه. بسیاری از کتاب‌های تغذیه رو کسایی نوشتن که خودشون به شدت بیمار بودن و نظامی برای شفای خودشون پیدا کردن.
اون وقت برای اینکه روش‌های خودشون رو در اختیار مردم بذارن کتابشون رو نوشتن. هرچند باید به یاد داشت که همه یکسان نیستن. مثلا ماکروبیوتیک یه نوع از روش تغذیه مادام العمره که بر اساس این روش باید با حرمت و سپاسگزاری به مواد غذایی دست زد و در پختنشون عنصر مذکر و مؤنث رو که جزئی از آفرینش هست در نظر داشت. طبق این نظریه پاره‌ای از مواد غذایی مذکرن، بعضیاشون مؤنثن. خامگیاهخواری با این ماکروبیوتیک فرق داره. خامگیاهخواری هرگز غذا رو در واقع نمیپزن، به نون لب نمیزنن، معمولا حبوبات مصرف نمیکنن و مراقبن که میوه‌جات و سبزیجات رو با هم نخورن. از نمک هم استفاده نمیکنن. اینش خیلی جالبه. حالا اون که طرفداران میان ماکروبیوتیک تقریبا همه غذاهاشون رو میپزن. روش ترکیب مواد غذاییشون متفاوته. مقدار نمکی که به مصرف میرسونن بسیار زیاده. میتونم بهتون بگم که هر دو نظام مؤثرن و برای افرادی سازگارن و جسمشون رو شفا دادن، اما همه نظام ها برای همه کس خوب نیست. نگرش تغذیه من ساده است. اگر نظامی با شما سازگار ادامش بدین، اگه سازگار نیست رهاش کنین، اما مراقب تغذیه‌تون باشین، چون توجه به تغذیه عیناً توجه به اندیشه هاست. ضمناً میتونیم به علائمی که بدن ما به ما میده گوش بدیم و متوجه بشیم که چه روشی رو باید انتخاب بکنیم. خانه سکانی ذهن. بعد از این همه سال فرو رفتن در اندیشه‌های منفی کمی شبیه به اتخاذ رژیم غذایی درست بعد از سالها آشغال خوردنه. هر دو میتونن فاجعه‌های شفا بیافرینن. وقتی رژیم جسمانی خودتون رو شروع میکنین، بدن بیرون ریختن سموم رو آغاز میکنه. شاید یکی دو روز احساس خستگی و فرسودگی بکنین. وقتی تصمیم به عوض کردن الگوهای ذهنی و قالب‌های فکری میگیرین هم همین جوره. شاید اوضاع و احوال تا مدتی بدتر از سابق به نظر برسه، ولی بعد به مرور بهتر میشه. لحظه‌ای به پایان شام جشن شکرگزاری فکر کنیم. غذا خورده شده و وقت تمیز کردن قابلمه بوقلمون رسیده. تمام قابلمه سوخته و سیاه و پر از دود است. مجبوریم که برای مدتی اون رو در آب داغ و مایع ظرفشویی بخیسونیم. بعداً شروع می‌کنیم به سابیدن قابلمه. الان به راستی با چرکی و سیاهی مواجهیم. از هر وقت دیگه بدتر به نظر میرسه. اما اگه به سابیدن ادامه بدین چندی نمیگذره که قابلمتون مثل روز اول نو میشه. تمیز کردن الگوی ذهنی سوخته و خشک شده و دودآلودم به همین صورته. وقتی اون رو در عقاید و آرمانهای تازه میخیسونین، قیافه زشت و کثیفش به سطح میاد و نمایان میشه. به تکرار جمله های تأکیدی تازه‌تون ادامه بدین. چندی نمیگذره که محدودیت‌های قدیمی و کهنه رو کاملا پاک خواهید کرد. تمرین اشتیاق برای دگرگونی. پس تصمیم گرفتیم که مشتاقیم عوض شیم و برای انجام این منظور هر شیوه و تمام شیوه های سودمند رو به کار خواهیم گرفت. بذارید که از شیوه هایی که واسه خودم و همچنین واسه دیگران به کار میگیرم براتون توصیف بکنم. اول اینکه خودتون رو توی آینه نگاه کنین و بگین من مشتاقم که عوض بشم. ببینین چه احساسی بهتون دست میده. اگه مرددین یا مقاومت به خرج میدین یا نمیخواین عوض بشین، دلیلش رو از خودتون بپرسین. به کدوم اعتقاد کهنه چسبیدین؟ لطفاً خودتون رو سرزنش نکنین. فقط ببینین این اعتقاد چیه. شرط میبندم که اون اعتقاد براتون مشکلات فراوانی رو آفریده. من نمیدونم این اعتقاد از کجا سرچشمه گرفته. شما میدونین؟ خواه بخوایم بدونیم که از کجا و خواه نه، بیاد دست به کاری بزنیم که الان حلش کنیم. دوباره به سراغ آینه برو و عمیقاً به چشمانت نگاه بکن و گلوتو لمس کن و 10 بار با صدای بلند بگو من مشتاقم هر گونه مقاومت رو کنار بذارم.
کار با آینه خیلی موثره. در کودکی بیشتر پیام‌های منفی خودمون رو از کسانی دریافت کردیم که مستقیم به چشمان ما نگاه کردن و چه بسا انگشتای خود را به سوی ما تکان دادن. امروز هم هر وقت به آینه نگاه می‌کنیم بیشتر ما چیزهای منفی به خودمون میگیم، یا از قیافمون انتقاد می‌کنیم یا به دلیل خودمون رو سرزنش می‌کنیم. به نظر من نگاه کردن مستقیم به خود در آینه و تایید چیزی مثبت در خود سریع‌ترین راه برای بهره گیری از جمله‌های تاییدی است. در لایتناهای حیات آنجا که ساکنم همه چیز عالی و کامل و تمام عیار است. اکنون در کمال آرامش دیدن عینی الگوهای کهنه‌ام را انتخاب می کنم و مشتاقم که آنها را دگرگون سازم. من قادر به آموزش و فرا گرفتنم. من مشتاقم که عوض بشوم. من انتخاب می کنم که انجام این کار برایم مرفه باشد. هرگاه چیزی تازه برای رها کردن میابم، این واکنش را برمیگزینم که گویی گنجی یافتم. میبینم و احساس میکنم که لحظه به لحظه عوض میشوم. اندیشه ها دیگر بر من اقتداری ندارند. من اقتدار جهان خیشتنم. من آزاد بودن را انتخاب میکنم. در جهانم همه چیز نیکوست.